برای خودم خب این تم واقعا خیلی جذاب تره، خیلی باش راحت ترم، میتونم راحت تر استعدادمو توش چیز کنم. یعنی من اگه بخوام حالا مثلا پورتره بکشم، پورتره رو شاید بتونم خیلی خوب بکشم ولی نمیتونم شبیه به کسی در بیارم. یعنی مثلا دستم همینجوری خودش میره. کلا من هیچ وقتم کلاس نقاشی نرفتم به جز اینکه حالا رشتم که هنر بود و رشتم نقاشی بود. به جز اون خب من هیچ کلاسی نرفتم و 12 سالگی کلا خیلی نقاشی دیگه هم کشیدم ولی رو بوم. ببین من و آرش کلا از هفته اول دوستیمون به بعد اصلا کلا خیلی درک کردیم. یعنی واقعا اصلا ورژن خود منه، فقط پسر. این قشنگ خود منه، جفتمون درونگراییم، جفتمون یه جور فکر میکنیم، جفتمون یه جور عقیده داریم، ولی فقط استعدادامونه که مختلفه. یعنی جفتمون اصلا حرف که میخوایم بزنیم واقعا با هم یه چیزو میگیم. یعنی جفتمون با هم اصلا ذهنمون با هم وصله. قشنگ من فکر میکنم نیمه گم شدم و قشنگ پیدا کردم. این قشنگ کاملم میکنه و خیلی واسم انگیزه بزرگی بود که بهم گفت نقاشیات خوبه، بیا بریم این همه دست فروش هستن ما هم بشینیم بفروشیم، هم دوستای مشترک پیدا میکنیم، هم مثلا پول در میاریم خرجمون میشه و واقعا هم کاریه که دوست داریم و بهش استعداد داریم. حسن خانم سلام. خسته نباشید. این کارتون رو دارین میفروشین؟ خیلی هم عالی. من خیلی کمک میکنم اصلا که این فکر رو نکنه، چون واقعا تو کارش یکه. همیشه هم بهش این انرژی رو میدم که آقا تو همیشه کارت یکه. من اصلا واقعا روحیه‌مون خب به این نقاشی ها نمیخوره، ولی آقا طرز فکر هر کی یه چیزه متفاوته.